بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدی. اینجا زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان و امروز اومدیم میخواهیم از اوضاع این شهر برای شما بگیم. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز عرض بکنم زاهدان الان امروز در واقع جزو کلان شهرهای کشور به حساب میاد، ولی متاسفانه در حوزه خدمات شهری و خدمات عمومی که در سطح شهر زاهدان شاهد هستیم، متاسفانه از بحث اصول زیربنایی بسیار ایرادات فاحش و بسیار ایرادات بزرگی رو ما شاهد هستیم. آسفالت خیابون‌ها که اصلا به شدت افتضاح هست، بهسازی و زیباسازی جویها و پیاده‌روها اصلا کیفیت لازم و در خور شأن مردم شهر زاهدان رو نداره. مبحث ترافیک رو اگر به عنوان یه مقوله در شهر زاهدان واقعا اگر امروز بخوایم تعریف بکنیم، امروز واقعا گره‌های ترافیکی در شهر زاهدان که به راحتی میتونه اینها با یک مهندسی بسیار راحت و زیبا بازگشایی بشه، ولی متاسفانه روی این قضیه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. و بحث سرانه فضای سبز در شهر زاهدان، شما پارک های شهر زاهدان رو امروز بررسی بفرمایید عزیزان. در پارکی مثل پارک لاله، پارکی مثل پارک شهر زاهدان که اینها در واقع نمادهای میشه گفت از شهر زاهدان هستن، متاسفانه سرانه فضای سبز به شدت پایین هست. هیچ گونه فرهنگسازی در بحث تشویق و ترغیب مردم برای فضای سبز و همچنین کاشت گل و گیاه انجام نمیشه و خود متاسفانه مسئولین شهری و شهرداری زاهدان هم در این زمینه واقعا کوتاهی دارن میکنن که این واقعا جای گلایه داره به عنوان یه شهروند زاهدانی از این عزیزان که واقعا کاش در بحث سرانه فضای سبز حداقل از مقطع دبستان بچهای ما رو آموزش میدادن تا اسفالت فسیک جوانی اسفالتی نداری دیگه، خیابان دیگه پارک جوانی نداری، یک جاده کلاته داری لس مردم رن تمادا تو خیابان نسکه یه خیابان جوانی نودی کرته تی شهرداری چونه کردی استاندار نزنی بوجه گجاره شن خیابان انا جوره کنه می خیابان رجای تسکه شمی اول تمی آخر پر نشد سنداز و چال چولانی نه هیچ فضا سبزی دارن مش اما جوان چون کنه بریم معتاد بیم بریم نزنی فضا سبزی نجنن نزنی یک کلاته دارن پنجشنبه جمعه رن 10 نفر 20 نفر کشتادن چون کنه دیگه میش مشکل شا مردم زایدان مشکل انگوشی مردم شا مشکل که مشکل بازه شا چیه شا کجا میکن انگوشه مردم مشکل باز دارن، شا گرانی انگوشی شا خیابان انگوشی شا مسئول انگوشی که هیچ رسیدگی به هیچ مردم یا نه که منطقه معرومی بوده زایدان فراموش بوده زایدان زایدان که باید بی نه زایدان یعنی مثلا بالا شهر زایدان بهترین منطقه زایدان پچی خیابانی باید مدل بی شیرآباد که هیچ نامه مگر روزای طور خرابه که جوانان خیابان تا گسر کنه دارن یکی جوان دارن پرپره با یکی نه رسیدگی که بی واقعا مسئولین هستن و فکر مردم نیه خدا وکیل. یعنی جاده انگاه اینه منطقه که خودش رفت آمد داره مینه آسفالت منه، مناطقه که رفت آمد اصلا اندار اصلا رسیدگی منه، اصلا به هیچ عنوان رسیدگی منه. بعدش هم مثلا داخل همین خیابون خیامش مسیبه کنید از اول تا آخری فقط 2 تا یا 100 تا سطل آشغال هستن. سطل آشغال هستن این ملک مردم بتنه آشغال خبرنه. هر کاش اول ما خود ما آقا که بینیم مثلا 10 متر دورتر است سطل آشغال هم لب خیابون ملو یک مریض بیمار معتاد میامونه پاره مینا باعث میشه که آشغال داخل خیابون پخشه. سطل آشغال در سطح شهر یک کم بیشتر بکنه.